درباره همی فرزندها. دو مرد یک زمان دوست بودند، دو قالب در تگ یک پوست بودند. مولانا قصه میکند که دو مرد یک زمان دوست بودند، دو مردک با همدیگر دوست بودند، دو قالب در تگ یک پوست بودند. به هم سودا و سود و شادی بودی، زینق مال و زر آبادی بودی. دو جوره بودن، هر دوشان یک انسان بودن، سودا میکردن، سود و شادی و پول و مال همه یک جایه بود. از همدیگر یک زمان جدا نبودن، برای همدیگر جان میدادن. فقط از قسمت دار و مدار یکی یاران به طفل بود زاره. همین دو دوست بودن، از همین دو دوست یکتش فرزند داشت، این دیگر دوست فرزند نداشت. زن داشته فرزند نداشت، خداوند فرزند دادگی نبود. یکی را سرنوشت ملکی دیگر برد، دیگر محتاج طفل اینجا بسر برد. بعدا رفت زندگی، این دو دوست یکتش به فرزند بود، یکتش به فرزند، فرزندایش تقدیر خداوندی دیگر دولت رفت زندگی کرد. این مرد به فرزند در همین دولت خودش، شهر خودش ما عمر به فرزند میگذشت. گذشت از این میان چندین ماه و سال، که یاران پیر شدن در صورت و حال. از بین چند سالا گذشت، این هر دو دوست پیر شدن، سرا سفید شدن، نوری چشم کم شد، قامت ها خم شدن، پولها تمام شدن. این دوستی که در دیگر دولت فرزنددار بود، این دوستی در وطن ماندگی به فرزند بود. گذشت از این میانه چندین ماه و سال، که یاران پیر شدن در صورت و حال. به یک روز خدا آن یاری دیرین، به یاد آورد ده باز دوران شیرین. اون دوستی که فرزند داشت دیگر دولت رفته بود، دوره های بچگی در یادش آمد، دوره های همون جوانی، دوستی کهنه ای که داشت برادرها به یادش آمد. دوستی ابی برادر، اونا پیشینه ها مرد بودن برادرها، امروز مردم نامرد شدن. این پیشینه ها که به همدیگر یک به یک میزدن، اگر زور زور میکردن سلام علیک میکردن. رنگ ما نامرد نبودن به یک شپلاق برادر زید برده سود کنن. امروز ما جوانای عصر 21 نامرد شدیم، اون مردم این عصر 19 و 20 مرد بودن. که یاران پیر شدن در صورت و حال. به یک روز خدا آن یاری دیرین، به یاد آورده باز دوران شیرین. رفیق کهنه اش آمد به یادش، به دست عصا گرفت آمد سراغش. موسفید پیر بود اما عصای گرفت، میده میده خانه همون دوست به فرزند آمد. رسید با زحمتی عزم و زیاده، به درگاه رفیق پای پیاده. از یک دولت دیگر پای پیاده خانه رفیقش آمد. ما با ماشین خانه اتاما نمیریم. بیزد بانو که عصا درگاهی دوست، کشا دروازه را یک نورسی چوست. بعدم به همون عصاش دری دوست تق تق کرد که در یک بچه که 20-25 ساله در کشاد. سلامش داده گفت تا موی سفید کو، رفیقی کهنه پر از امید کو. گویا با دادر گفت در همی خانه موی سفید زندگی میکرد، رفیقی من بود، دورای بچگی ما جورا بودیم. هم موی سفید کو در کجا باشه هم موی سفید، این خانه هم موی سفید کو. سلامش داده گفت تا موی سفید کو، رفیقی کهنه پر از امید کو. جوان بر کلبه زار ایما کرد، هدایت سوی پیری بینوا کرد. نگاه کرد خانه ها فسان سادگی، یک خانه که ویرانه هست. جوان به سوی همون ایما کرد که گفت همون خانه را دوست دامنه شدگی. ولی خانه های فسان میکنی خود از جا نداری، خانه های پستک بگذر. به دست عصا بیامد تا بری دوست، زی وجه شادی اش از دیده کرد رست. بپرسید از همه عمری گذشته، همه اندیشه دوری گذشته. آمد دری دوست تق تق کرد، این دوستی به فرزند دوستی فرزنددار را دید. دیگر همدیگر را در آغوش گرفتن گریه میکردن. گفت چه حال داری؟ از این سالا چند قدر گذشت؟ نوری چشم کم شد، قامتا خم شد،
رویها جمع شد، ریشا سفید شد. ای چه حال داری ای دوست عزیز؟ بپرسید از همه عمری گذشته، همه اندیشه دوری گذشته، دوره بچگی به قصه کردن. بگفت تو نوجوانی درگاهت کیست؟ تو را خدمتگزار است، نام او چیست؟ بعد این دوستی که از راه دور آمد میدونست دوستش بفرزند بود، گفت این جوانی درگاهت کیست؟ تو را خدمتگزار است، نام او چیست؟ این خدمتگار چی نام دارد؟ این کی هست؟ بخندید موی سفید با حال زاره، یک خنده ای کرد که لیکن خنده شادی نبود، خنده غم بود. شنو این قصه را ای دوست باره، تو خود آگاه که من به طفل بودم، چه رنج و علت زین ره ستودم. گفت تو خبر داری که من به فرزند بودم، برای فرزند پیدا کردن چه عذاب ها نکشیدم، تو خبر داری. یک روز گفت همه قد دعوت کنم پیش یک دانشمند رفتم، گفتم ای یک راه نشان تکوی خداوند برای من فرزند عطا کند. حکیم ره نمود سوی درخت، دلت را رو بزیر ساز لخته. مناجات خدا 40 روز بین ما، شب و روز گریه دلسوز بین ما. پیش یک دانشمند آمدم گفتم فرزند دارم چیکار کنم؟ گفت از خانه‌ات برو، ممکن همین خانه که تو کرده از پول حرام باشد، دعات قبول نمیشد. همین درخت کلان سایه دیدی گفتم رفت دیگه همون خیمه زن 40 روز خداوند دعا کن. موسی 40 روز مناجات کرده بود، با خداوند 40 روز مناجات کن، خداوند فرزند میتید. وی رفتم همچنان کردم به 40 روز، خداوند هدیه کرد این نسل فیروز. رفتم 40 روز دعا کردم، همین با جوانی که میبینی خداوند برای من داد، خداوند هدیه کرد این نسل فیروز. کنون میرم اگر ارمان ندارم، کنون میرم اگر ارمان ندارم، که بعد از مرگ خود این هدیه دارم. اکنون که من مردم زیق نمیشم. گفت برای چی؟ گفت فرزند دارم، بعد من در حقم دعا میکنم، یگان ارمان ندارم. میگه این بچه فلانی نامی من چند سال دیگه میگیرن، دیگه مورم هم گفت یگان ارمان ندارم. گفت به حضور جان میتیم. رفیقی کنه پس خوشحال گردید، که روشن بر دلش انفال گردید. شد از یاری کهن دست و دلش پر، بگفت تا آمین راه روم دور. و دوست عزیز فرزنددار شدی، خوشحال شدم. اکنون یک دعا نمیت، یک فاتحه راه دور میرم حضرت. با خداوند دیدارای نصیب میکند یا نمیکند، گفت حقت برای من حلال کن. و یک دعا تا یک فاتحه راه دور میرم. گفت برون رفت با دعا از بالینی دوست، گسل آمد ورا آن نورسی چست. گفت پدر پیر گفت شما نخیزید، این دوست شما من خودم گسل میکنم، شما همین جایستید. بگفتا بشنیدم نقل پدر را، همه آن قصه بسود و زر را. گفت همین دهنی در ایستادم، پدرم قصه کرد که خداوند برای مرا چخیل برای پدرم عطا کرده است. همیشه شنیدم پدرم بسیار عذاب کشیده است، نفهمیدم کجا خود آن درخت، روم زیرش زنم یک آهی سخته. و همون درختی که پدرم رفت دعا کرد، همون درخت در کجا باشد؟ رفتم منم گفت یک نهره زنم، یک آهی سخته کشم، یک دعا کنم. شده حیران موی سفید از خواهش او، بپرسی چی سبب از نالشی تو؟ گفت من حیران. گفت این پدرت رفت در تک درخت دعا کرد که خداوند فرزندیت گفته، و تو رفته برای چی در تک این درخت دعا میکنی؟ جوان گفت خواهشم از حق یقین است، مناجات دل من این چنین است، خدا گیرد بزودی این پدر را، خدا گیرد بزودی این پدر را، زیدوشم این بلای درد سر را. گفت تو برای چی میری دعا میکنی؟ گفت من میرم در تک همون درخت دعا میکنم که خداوند این پدر پیری مرا جانش را قبض کند، من از خدمت این خلاص شوم. خدا گیرد بزودی این پدر را، زیدوشم این بلای درد سر را،
ببین امر تضاد زندگی را، چنین ناآدمی و بندگی را. زمان با هزار وای و مناجات، همین نسل کثافت را خدا داد. برادران از گرامی، پدر 40 روز دعا میکند خداوند فرزند دعا میکند که خداوند دعای پدر را جانش قبض کن. زمان با هزار وای و مناجات، همین نسل کثافت را خدا داد. کنون خواهد ز درگاه الهی، پدر میرد همین شب تا پگاهی. خدایا لحظه پیری نگه دار، خدایا لحظه پیری نگه دار. مساز از خویش و پیوندان بیزار، نصیحت بشنو از دوستی مردی. برای والدین حالا چی کردی؟ برادر از گرامی، برای پدرت چیکار کردی؟ پدرت اینقدر مهنت کرد، تو چیکار کردی؟ یک پدر قصه میکنه که او فرزندم کسل دل شده است، من مبلغ ندارم که برای فرزندم دل خریدتیم، من برای فرزندم دلم رو میتیم، من از مردن نمیترسم، من مرم میلش فرزندم زندگی کنم. لیکن داملا از یک چی میترسم؟ داملا گفت از چی میترسی؟ اگر من دلم رو در فرزندم تیم و من از دنیا گذرم، از این میترسم که فردا روز قیامت من از جمله خودکشه ها نباشم. از همین میترسم. این داملا میگه من تعجب بکنم، پدر راضی که برای جگربند خودش فرزند خودش دلش تیاد مرد میلش، لیکن من خودکش حساب نمیشم. من از همین بترسم. داملا این داملا میگه من چی جواب کنم نمیدانم، فقط گریه کردم، در حقش دعا کردم که این گونه پدرم بود است. کدام فرزند دلش برای پدرش میتونه؟ برادران، قدر پدر همون وقت ما میرسیم که زمان پدر میشه.